در ولایت ختلان دانشکده انرژتیکی تاجیکستان و کالج انرژتیکی ناحیه جلالدین بلخی فعالیتی گسترده دارد. مؤسسه دولتی تعلیمی کالج انرژتیکی ناحیه جلالدین بلخی یگانه مؤسسه تعلیمی زمینای میانه میباشد که در ساحه انرژتیک کشور متخصص تیار میکند. بنابراین مسئولیت ما نسبت به تیار کردن متخصصان ساحه انرژتیک که چقدر که محترم اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت جناب عالی امامعلی رحمان گفتن لوکوموتیو اقتصادیات کشور این انرژتیک می باشد. یگان دولت به رشد انرژتیک اقتصادیات خود را پیش برده نمیتواند. در کالج انرژتیکی ناحیه جلالدین بلخی جهت آماده نمودن متخصصان میانه کسبی تدبیرهای مشخص اندیشیده شده است. در این بارگاه علم و هنر از روی اختصاصهای نیروگاه‌های برقی، اقتصادیات و تشکیل استحصالات در کارخانه برقی، تأمینات کارخانه‌های صنعتی با برق، منتج و استفاده بری تجهیزات برقی، وصل و استفاده بری تجهیزات‌های برقی کارخانه و بنای استقامتی و غیر متخصص آماده کرده می شود. بغیر از اون که کسب اساسی خودشان را می آموزیم، امکانیت دارند که ما یک پارک تکنولوژی، دستگاه‌های خراطی، دستگاه‌های پرمکنی، کفشرکنی و غیره داریم که میتونیم بعد درس آنها را به همون فرا بگیریم که بغیر از کسب اساسی خود باز یک هنر دیگر آموزند که در زندگی برای آنها برای یک برده نان یافتن کمک رساند. توجه سرور دولت به موارد زیاد است که فکر میکنم در یگان دولت دنیا این حالت وجود ندارد. لازم به یادآوری است که در مؤسسه دولتی کالج انرژتیکی ناحیه جلالدین بلخی برای آماده نمودن متخصصان ساحه انرژتیکی شرایط‌های مساعد فراهم آورده شده است. بنای تعلیمی برای 640 جای نشست، 2 خوابگاه 4 روشانه برای 640 دانشجو، تالارهای فرهنگی، ورزشی، میدانچه‌های ورزشی فوتبال، والیبال، بسکتبال و میدانچه‌های گیمناستیکی برای سالمگردانی جوانان خدمت می‌نماید.